به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همگی شما عزیزان و همراهان گرامی. در این بخش در خدمتتون هستم با تحلیل و بررسی سوالات درس مدیریت بازاریابی کنکور دکترای سال 401 و میخوایم ببینیم که حالا سوالات به چه صورتی بوده، با هم بررسیشون بکنیم و توضیح سوالات رو ببینیم. به طور کلی بچه‌ها در سال 1401 80 سوال در دفترچه تخصصی مطرح شده بود که سهم درس مدیریت بازاریابی از این 80 تا 18 سوال بود. یعنی به عبارتی میشه گفت حدوداً 25% سوالات رو به خودش اختصاص میداد که خب درصد بسیار زیادی به حساب میاد در دفترچه تخصصی که در اون سال با ضریب 4 بوده و الان خب دیگه دروس تخصصی هم با ضریب 5 داره مطرح میشه. خب بریم شروع بکنیم ببینیم که سوالات به چه شکل و ترتیبی بوده. خب اولین سوال که سوال 45 بوده در دفترچه، میگه که احتمال بروز جنگ‌های تبلیغاتی و حرکات تلافی جویانه در کدام بازار بیشتر است؟ ببینید بچه‌ها این سوال در واقع سوالی است که در فصل 12 کتاب آقای دکتر جلیلیان به طور کامل بهش اشاره شده. یک ماتریسی است که در واقع ساختار بازار رو میاد تقسیم بندی میکنه. بر اساس دو بعد هم هستی اگه خاطرتون باشه، بر اساس اینکه محصولات ما متمایز باشن یا غیر متمایز و فروشنده های ما تعدادشون محدود باشه یا زیاد باشه. یه مروری با هم بد نیست داشته باشیم و بعدش بریم سراغ حل سوال و ببینیم که سوال چی میخواد. در اون تقسیم بندی که ما داریم میگیم که آقا بر اساس این ماتریسه میگیم که آقا ما فروشنده هامون در واقع فروشندگانمون میتونن زیاد باشن یا میتونن فروشنده های ما محدود باشن یا اینکه فقط یک فروشنده داشته باشیم. یک فروشنده فقط باشه و محصولات ما میتوانن غیر متمایز باشن و یا متمایز باشن. بر اساس این یک ماتریس حالا 4 بخشی ایجاد میشه به علاوه اون حالت یک فروشنده‌ای که چی میشه؟ زمانی که بچه‌ها ما یک فروشنده فقط داریم، حالا فرقی نمیکنه محصول متمایزه محصول غیر متمایزه، فقط یک عرضه کننده داریم قاعدتاً و اینجا کاملا ما با انحصار مواجه هستیم، یعنی انحصار کامل خواهد. حالا برگردیم به اون 4 بعدی که میتونه وجود داشته باشه. بچه‌ها زمانی که فروشنده های ما زیادن، یعنی تعداد زیاد عرضه، کاملا رقابت شکل میگیره در بازار و زمانی که فروشنده های ما محدود هستن طبیعتاً بحث انحصار پیش میاد. حالا اگر محصولات ما غیر متمایز باشن، یعنی در واقع مثل مس و آهن و فولاد و نمیدونم گندم و اینها محصولات غیر متمایزی هن. کالاهای همگنی هن اصطلاحاً. رقابتی که شکل میگیره رقابت به صورت پیور هست و رقابت کامله. یعنی اینجا در این حالت خریدارا و فروشنده نمیتونن خیلی روی قیمت رایج بازار تأثیر بذارن. اما در حالتی که محصولات متمایز میشه، بله اینجا تعداد فروشنده ها زیاده، محصولات متمایزه و اتفاقا فروشنده ها به دنبال متمایز کردن محصول هم هستن. اینجا رقابت چیه بچه‌ها؟ انحصاریه و در واقع اینجا بالاخره چون رقبا زیاد هستش شرکت ها کمتر تحت تاثیر استراتژی قیمت گذاری قرار میگیرن و اینو هم باید داشته باشیم که متداول ترین و معمول ترین نوع رقابت هم همین رقابت انحصاری است. در حالت انحصار هم اگر محصولات در واقع
غیر متمایز باشن انحصار چند جانبه خالصه و اگر در واقع محصولات متمایز باشن انحصار چند جانبه با محصولات متفاوت و متمایز. حالا سوال از ما چی میخواد؟ ما این 5 حالت رو با هم و ساختار بازار رو با هم مرور کردیم. میگه احتمال بروز جنگ‌های تبلیغاتی و حرکات تلافی جویانه تو کدوم یکی از بازارها بیشتره؟ بچه‌ها احتمال جنگ‌های تبلیغاتی توی حالتی بیشتره که تعداد فروشنده ما اندک هستن، محدود هستن و اینا نسبت به همدیگه خیلی حساسن. خیلی دوست دارن نسبت به هم واکنش نشون بدن. اینجا چرا؟ چون تعداد محدوده، وارد شدن به بازار هم سخته دیگه قاعدتاً که خیلی‌ها نمیتونن بیان داخل. مثل چی؟ مثلا اپراتورهای داخل کشور ما. کلا چند تا اپراتور ما داریم الان؟ اپراتور مطرح تو کشور ایران، همراه اول و ایرانسل و رایتل رو داریم. اینا اتفاقاً رو همدیگه خیلی تاثیرگذارن، از همدیگه خیلی تقلید میکنن و از همدیگه خیلی تاثیر میگیرن و احتمال داره که این جنگ‌های تبلیغاتی، حرکات تلافی جویانه و حتی تبانی‌ها و حالا کارهایی که انجام میدن هم اتفاق بیفته. پس این حالت توی انحصار چند جانبه است که رخ میده که تعداد فروشنده ها محدوده و بازار دست خودشونو بین اون حالا 2 تا 3 تا 5 تایی که هستن داره کنترل میشه. بریم سراغ سوال بعدی. میگه که در سوال 46 اگر رقیب شرکت الف، توجه بکنید، به پاشنه آشیل یا نقطه ضعف الف در محصولات یخزده حمله بکنه، شرکت الف باید چه نوع دفاعی رو انجام بده؟ بچه این هم از سوالی است که از فصل 16 هم در واقع مطرح شده. اگر خاطرتون باشه یه سری استراتژی های تدافعی رو باید شرکت رهبر انجام میداد در مقابل حملاتی که بقیه شرکت ها بهش در واقع داشتن. خب اینجا یه کلید واژه داره فقط سوال. کلید واژه‌ش هم همینه، پاشنه آشیل یا نقطه ضعف. اصلا نیاز نیست که گزینه ها خونده بشه دیگه. ما زمانی که میگفتیم که به نقطه ضعف حمله میشه یا دفاع از نقطه ضعف میخواد باشه، دفاع ما دفاع از پهلوه، یا در سوالات دیگر شاید ببینید توی گزینه ها دفاع از جناحین باشه، دفاع از اطراف باشه، همه اینها معادل هم هستن. در واقع پس جواب ما چی میشه؟ میشه گزینه 2. کلمه نقطه ضعف رو دیدی دیگه، در واقع دفاع از پهلو رو علامت میزنی. حالا دفاع پویا چی میگه؟ دفاع پویا یا متحرک در واقع داینامیکه. میگه آقا تو بازارت رو گسترش میدی به مناطق دیگه، به بازارهای جدید، حتی تنوع توی محصولت ایجاد میکنی و این به نوعی دفاع پویاست که اتفاق میفته، که این یکی از قابلیت هایی که میتونه رهبر داشته باشه. دفاع پیش دستانه، یا اگر دیدید بازم توی گزینه ها مثلا اومدن پیشکی رو مطرح کردن، در واقع حرفش اینه پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی قبل از اینکه اونا بهت ضربه بزنن تو این دفاع رو انجام بده، که حالا مورد نظر این سوال هم نیستش. و دفاع متقابل یا حمله متقابل، یا میشه گفت ضد حمله میتونیم بهش بگیم. اینجا کلید واژه‌ای که برای این ما داریم حرکات گازنبوریه بچه‌ها. یعنی رهبر حمله میکنه به سرزمین و مواضع اصلی اون رقیب‌های کوچیک‌تر خودش و سعی میکنه در واقع اونها رو تحت تصرف خودش بگیره. خب پس این سوال هم شد از فصل 16 هم که بحث استراتژی‌های رقابتی بود. سوال 45 هم که گفتیم توی بحث‌های فصل 12 هم که مربوط به قیمت‌گذاری و استراتژی‌های اون هست مطرح شده. بریم سراغ سوال 47. میگه در چارچوب کلی وفاداری مشتری کدام مورد جزء پیش شرط‌های شناختی دسته‌بندی میشه؟ بچه‌ها این سوال میتونیم بگیم از فصل 5 که راجع به اون
وفاداری و فرایندش صحبت کرده. اگر خاطرتون باشه الیور یه فرایندی رو برای وفاداری مطرح میکنه. میگه وفاداری در ابتدا شناختیه و بعدش وفاداری میاد به حالت احساسی میرسه، بعدش میاد مبتنی بر نیت میشه و در آخر و در انتها رفتاری اتفاق میفته، وفاداری رفتاری اتفاق میفته که اینجا در واقع اون پرچیسه و خرید رخ میده. تو مبتنی بر نیت تمایل به رفتار اتفاق میفته و تو احساس هم اون احساسه برانگیخته میشه. توی شناخته دانش و شناخت نسبت به برند ایجاد میشه. حالا سوالی که میاد مطرح میکنه میگه کدوم یکی از مواردی جزء پیش شرط های شناختیه، یعنی تازه قبل اون شناختی هم هستش. پس ببینید بچه‌ها، احساساته که نیستش، ما متوجه شدیم. نکته بعدی بحث رضایت و انتظاراته. بچه‌ها رضایته در واقع پس از اون خریده و مصرفه اتفاق میفته، یعنی کیفیتی که مورد انتظار اون مشتری بوده و اون کیفیت عملکردی که اتفاق افتاده، با مقایسه اینها اون رضایت رو میتونه شکل بده. بگه راضیم، بگه ناراضیم، بگه خیلی در حالت شعف و شادی و شور هستم یا نه. پس چیزی که ما پیش شرط میتونه باشه و در واقع اون دانشه رو ایجاد بکنه، بحث تراست داشتن و اعتماد داشتن به برند است، که مشتری به برند اعتماد داشته باشه تا اون وفاداری شکل بگیره. حالا وفاداری رفتاری که شکل میگیره، اینجا مشتری در نهایتش راضی میشه، برند رو دوست میداره و بله خرید مجدد هم انجام میده. فقط این که خرید مجدد انجام بده لزوما نشانه وفاداری نیست بچه‌ها. پس گزینه 4 اعتماد پیش شرط شناختی و دانش داشتن در مورد اون برند. میگه که سوال 48 میگه که کدام مورد درباره رفتار جنون خرید یا کامپالسیو باینگ درست است؟ بچه ما 2 تا مفهوم رو در فصل 5 دوباره در بحث بازارهای مصرفی باهاش مواجه هستیم. یکی بحث ایمپالسیو پرچیس، یکی بحث کامپالسیو پرچیس یا کامپالسیو باینگ. حالا ایمپالسیو که مشخصه، یعنی یک رفتاری است که بدون برنامه ریزی شده، بدون تصمیم و کاملا ناگهانی اتفاق میفته و کاملا هم متفاوته با این کامپالسیوه. پس گزینه 2 اصلا کلا رد، که میگه آقا اصلا این با هم تفاوت نداره. نه، خرید تکانشی یا ایمپالسیو یا آنی کاملا تفاوت هم دارن. توی کامپالسیو باینگ بچه‌ها اگه بخوایم تعریفش بکنیم، گرایش ذاتی به خرید وجود داره، یعنی احساس میکنی که یه تنشی در درون توست که با اون خرید کردن و خرید رفتن اون تنش آروم میشه و آرامش حاکم میشه و به قولی میشه گفت در واقع خیلی با عوامل آمیخته بازاریابی تحریک نمیشه، چون درونیه، یعنی یک گرایش ذاتی درونیه. پس گزینه 1 ما هم رده. اما گزینه 3 چی میگه؟ میگه یک رفتار ناهنجار و شیفته خرید. ببین کلمه رو ببینید، شیفته خرید است که به صورت روزانه انجام میشه. این گزینه میتونه مناسب ترین باشه. و 4 رو بخونیم. افراد دارای رفتار جنون خرید با علم به نتایج و پیامدهای منفی خود از خرید منصرف میشوند، اتفاقا نمیشوند. با خرید کردن به آرامش میرسن، یعنی اتفاقا لذت هم میبرن. پس گزینه 3 بهترین پاسخ برای این سوال است. بریم سراغ سوال 49. میگه در شرایطی که فروش کالا کاهش پیدا میکنه و برخی از مشتریان به سمت محصولات جایگزین و یا با فناوری‌های بالا گرایش می‌یابند، کالا در کدام مرحله از دوره بلوغ محصول خودش قرار داره؟ این سوال هم از فصل 9 یا در واقع نیو پروداکت دیولپمنت و توسعه محصول جدید مطرح شده دیگه. اگه خاطرتون باشه در انتهای فصل ما یه بحثی رو داریم تحت عنوان در واقع چرخه عمر محصول یا پروداکت لایف سایکل، که میگیم آقا یک محصولی که میخواد عرضه بشه به بازار،
از مرحله معرفی خودش شروع میکنه، به رشد میرسه، بلوغ پیدا میکنه و در نهایت هم میرسه به افول خودش یا رکود خودش که دیگه از بازار خارج میشه. حالا سوالی که مطرح میشه میگه که در شرایطی که فروش کالا کاهش پیدا میکنه، ببین پس وقتی کاهش پیدا میکنه گزینه‌ها رو هم ببینی، گزینه‌ها همه بلوغه. ما اگه خاطرتون باشه توی فصل نهم که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم بلوغ، ببینید از رشد که خارج میشه میخواد بیاد به بلوغ، 3 تا حالت رو اینجا ما باهاش مواجهیم. توی تصویر هم من دارم با شیب‌ها نشون میدم خدمتتون. یک بلوغی هست که اینجاست، این تیکه رو من رشد با رشد کاهشیه، یعنی رشد داره انجام میشه اما نسبت به مرحله رشد مرحله و گام رشد اون رشد کمتره، کندتره، کاهشیه. یه مرحله داریم که این وسطه در واقع بلوغ پایدار ماست و یه مرحله هم اینجا بلوغ فرسایشیه بچه‌ها. پس کلا این بلوغ رقابتی رو میذاریم کنار. برمیگردیم به صورت سوال. میگه که تو کدوم شرایط فروش کالا کاهش پیدا میکنه؟ بچه‌ها با همه این توضیحات تو کدوم مرحله فروش کالا کاهش پیدا میکنه؟ اصلا نریم دیگه ادامه سوالو ول کنیم. مشخصا تو بلوغ فرسایشیه دیگه. گزینه 1 و تمام. این از این. سوال 50 میگه که هنگام خرید و فروش فروشنده هزینه تمام شده رو به مشتری اعلام نکنه، این نوبه چه نام داره؟ ببین ما توی فصل 18 هم که مربوط هست به بازاریابی اسلامی یه سری انواع بیع داریم دیگه که آقا مساومه، موازه، مرابحه، ولیه، اینا رو همه رو تو چارتا هم گذاشته توی گزینه‌های ما. حالا یه سری شرایط هایی داره، میگه که هر زمانی که فروشنده هزینه تمام شده رو به مشتری اعلام نکنه کدومه؟ قاعدتاً میدونیم که مساومه است. حالا اگر بیاد هزینه تموم شده رو اعلام بکنه و یه مقداری هم تخفیف بده، اینو میگیم موازه. یعنی من به بچه‌ها میگم مثلا فروشنده تواضع داره که یه تخفیفی میده، اینطوری تو ذهنتون قرار بگیره. تخفیف میده، هزینه رو اعلام میکنه، تخفیف هم میده. مرابحه چجوریه؟ مرابحه زمانیه که هزینه رو به مشتری میگه، یه سودی هم روش اضافه میکنه. این هم کلید واژه‌ش رو میذاریم سود. و یه حالت چهارمی هم باقی میمونه که مثل یک ولی، مثل یک اولیا، هزینه تمام شده رو میگه، همون قیمت هم میفروشه و هیچی روش اضافه یا کم نمیکنه. اینم از این حالت که اتفاق میفته. پس جواب سوال ما که هزینه رو کلا اعلام نکنه میشه مساوی. سوال 51 میگه که وظیفه جای خالی این است که پیام مفیدی را منتقل بکنه و از منظر چشم ذهن را جلب نماید. ببینید این سوال میتونیم بگیم با توجه به حالا مفهومی که کلیتش داره توی مفاهیم مربوط به IMC و تبلیغات و این حوزه ها میتونیم قرارش بدیم. حالا شاید به طور مستقیم متنش در درون کتاب شما پیداش نکنید، ولی بخوایم تقسیم بندیش بکنیم یه همچین سمت و سویی داره. سوال چی میگه؟ سوال از یه حالا منبعی طراحی شده که دقیقاً اون جمله مد نظر بوده و پاسخ سوال هم بحث گرافیکه که بتونه در واقع از نظر چشمی جلب توجه ایجاد بکنه، اتنشن ایجاد بکنه، همین که در کنارش بحث پیام و مسیج رو هم بتونه منتقل بکنه و اون لذت هم باشه، اون پیام هم انتقال پیدا بکنه، توجه هم باشه. و اینجا حرف اول رو چی میزنه؟ بحث گرافیک میزنه که گرافیک محیطی است پاسخ این تست. میتونیم بگیم سوال دشواری بوده در اون سال، یعنی سوالی بوده که داوطلب نباید میرفته سراغش.
سوالی که به چشمش ناآشناست و ریسکیه که آقا خیلی میتونست هنر مفهومی هم سوال باشه، ولی عیناً اون عبارت توی کتاب و توی رفرنس مد نظر بود. و اگر میرفت سراغش احتمالا شانسی میزد دیگه، میگفت یا 2 یا 4 یا 1، یکیشو میزد خلاصه. و خطرناک این سوالات، حواستون باشه که اگر چنین سوالی رو توی کنکور دیدین، همینجوری دورش یه دایره بکشید یا روش یه ضرب در بزنید و ازش عبور بکنید. سوال 52 میگه که اصل مالکیت خصوصی به معنای این که افراد در چارچوب قانون می توانند هر چیزی را مالک شوند و آن را مصرف کنند از اصول حاکم بر کدام نظام‌های اقتصادی. بچه‌ها این هم از مباحث مربوط به ابتدای فصل 18 هستش که اومده نظام‌ها رو با هم مقایسه کرده، اومده ویژگی‌هاش رو گفته، نظام اسلامی رو اومده گفته، نظام سرمایه‌داری رو اومده گفته و اونجا ما میخونیم که چه اصولی بر نظام سرمایه‌داری حاکمه. میگیم که آقا سود طلبی هست، لذت گرایی هست، میگه آقا آزاد فریدم کامل، آزادی کامل رو داره، مالکیت خصوصی، اینا رو داره صحبت میکنه. حالا توی اون اصول اومده راجع به اصل این مالکیت خصوصی میخواد سوال رو مطرح بکنه. میگه که تو اصل مالکیت خصوصی چه اتفاقی میفته؟ افراد میتوانند هر چیزی را مالک شوند و آن را مصرف کنند. این مال کدوم نظامه؟ نظام سرمایه داریه. پس من اینجا یه نکته ای هم اگه بخوام اضافه بکنم، اصول اینجا برای سوال در واقع 52 میگیم که اصول نظام سرمایه داری چیه؟ 1. سود طلبی، لذت گرایی، مالکیت خصوصی، خدمت شما عرض کنم که آزادی کامل رو گفتیم و دیگه عرض کنم اصالت ها هم داریم. اینها اصولا که هر کدومش داره راجع به یک ویژگی بحث میکنه دیگه، که در واقع توی این سوال بحث مالکیت خصوصی رو مطرح کرده بود به عنوان سوال. این هم میتونه سوال دشواری باشه بچه‌ها، به شرط اینکه حالا خیلی جزئی و ریز مطالعه نکرده بودیم، میتونه سوال سخت و دشواری باشه. بریم سراغ ادامه مبحث. خب سوال 53، در فرایند خرید مصرف کننده در رابطه با محصولات کم ارزش که مصرف بالایی دارند، مصرف کننده از کدام سبک حل مسئله استفاده می‌کنه؟ بچه‌ها این سوال هم برمیگرده به فصل 5 که مربوط به رفتار مصرف کننده و بازارهای مصرفی که می‌بینیم بسیار هم مورد توجه طراحا بوده در اون سال. ما اگر خاطرتون باشه تو فصل 5 گفتیم انواع حل مسئله رو باهاش مواجهیم. 1. حل مسئله تکراری، حل مسئله محدود یا مجدد و حل مسئله پیچیده. درسته؟ که حالا سوالی که مطرح کرده کلید واژه‌ش اینجاست، محصولات کم مصرف که مصرف بالایی دارن. مثل چی بچه‌ها؟ مثل نمک، مثل شکر. اگر خاطرتون باشه ما میگفتیم یه سری محصولات ما هستن که رفتار خرید ما به صورت کاملا عادتی و تکراریه، یعنی اصلا نیاز نیست ما بریم راجبش تحقیق کنیم، بررسی کنیم، هم خود محصوله رو میشناسیم، هم برنده رو میشناسیم و تعداد دفعات خریدمون بالاه. اینم داره همینو میگه تو کدوم یکی این اتفاق میفته؟ توی تکراری ها که ما هر روز میخریم، هر روز نمک میخریم، هر روز شکر میخریم، هر روز شیر میخریم. اما توی حل مسئله های محدود یا مجدد گفتیم محصول رو میخوایم بخریم، طبقه‌ش رو میشناسیم ولی مارک محصول رو احتمال داره نشناسیم و خرید یه مقدار دشوار و پیچیده بشه و در حالت که می اومدیم حالا جستجوی اطلاعات میکردیم، از دوستامون کمک میگرفتیم، از خانواده کمک میگرفتیم و زمان بیشتری رو نسبت به اون تکراری صرف می‌کردیم و حالت آخرش هم که پیچیده بود، نه محصول رو ما میشناختیم و نه در واقع خدمت شما عرض کنم برند رو میشناختیم که بخوایم تصمیم بگیریم.
بریم سراغ سوال 54. در نظریه تفاوت‌های نسلی کدام نسل‌ها نگرانی بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی دارند؟ بچه‌ها این سوال رو خیلی نمیشه حالا در چارچوب فصل‌ها آورد، چون خیلی سوال کلیه، ولی اگه بخوام باز بگم که به کدوم فصل مرتبطه، یه جورایی میشه گفت به فصل 5 مرتبطه که ما راجع به عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده ها داشتیم صحبت میکردیم. بحث سن و سال و بحث حالا کدوم نسل بودن و اینکه تو کدوم گروه بودن و چه دیدگاه‌هایی داشتن میتونه روی رفتار اینها نسبت به مسائل اجتماعی، محصولات زیست محیطی و گرین پروداکت ها اثر بذاره. ببینید، ما اگه بخوایم بگیم جواب این سوال رو، خب نسل وای بوده که این اتفاق رو رقم زده، یعنی نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی حساس بوده. یعنی افرادی که میشه گفت در واقع توی این گزینه ها ما وای رو نمیبینیم. حالا من الان خدمتتون عرض میکنم نسل هزاره جدید یا بهشون میگیم وای، اینا افرادی بودن که تقریبا از 1980 تا 2000 متولد شدن. اوکی، یعنی قبل اینها میتونیم بگیم که انفجار جمعیت وجود داشته و X، و بعد اینا هم چی بوده؟ نسل زدیا اومدن که حالا دیگه الان میگن آلفا و اینها اومد. اوکی، اینا در واقع افرادی هن که خیلی بیشتر حواسشون هست که صرفه جویی بکنن، خیلی بیشتر در واقع نگرانن نسبت به مسئولیت اجتماعی و مسائل اجتماعی و بحث‌های زیست محیطی و یه جورایی هم میشه گفت یکم صبور نیستن، یکم در واقع ناشکیبان اصطلاحاً، و اینا افرادی هستند که در اون میانه قرار گرفتن و کار کردن با تکنولوژی، فناوری‌های دیجیتال رو کم کم آموختن و اومدن جلو، وابسته به اینترنت هستن، الان بیشتر کاراشون با اینترنت سر و کار داره. و دیگه بعد از اینها نسل بعدی اینها دیگه نسل زد بود که اصلا دیگه نسل کلا درگیر بودن با این فناوری‌ها و در واقع نوآوری‌ها و بحث‌های دیجیتال. پس گزینه اول که هزاره جدید یا همون نسل وای هستش، این گروه افراد رو تشکیل میده. بریم سراغ سوال 55 که بسیار سوال ساده و جالبی است که فصل 3 بوده، بحث‌های استراتژیک بازاریابی، که ما میگفتیم که یکی از ابزارهای مربوط به ارزیابی SBU ها یا واحدهای استراتژیک ما استفاده از ماتریس BCG یا ماتریس مشاوران گروه بوستون هست. میگه آقا ستاره ها در ماتریس نرخ رشد بازار، سهم نسبی بازار، مربوط به کدام شرایط است؟ دیگه این ماتریس رو نخواسته بگه ماتریس مشاوران گروه بوستون یا ماتریس BCG. بچه‌ها توی این ماتریسه اگر خاطرتون باشه ما بر اساس 2 بعد که خودش هم اشاره کرده تو صورت سوال، بر اساس 2 بعد گفتیم که آقا یا بر اساس رشد بازاره که میتواند زیاد یا کم باشه، یا بر اساس به قول خودش سهم نسبی بازاره که میتونه بازم زیاد باشه یا میتونه کم باشه. 4 تا حالت اتفاق میفته. چی بودن 4 تا حالت ما؟ یا میتونستن وقتی جفتش زیاده بشه ستاره که این سوال همین رو میخواد، یا وقتی جفتش کم کم بودن میشد سگ‌ها، یا زمانی که سهم نسبی زیاد بود اما خیلی دیگه نرخ رشد بازار بالا نبود میگفتیم گاو شیرده واحد ما، ولی سهم نسبی اگر پایین بود و هنوز مشخص نبود که چه اتفاقی قراره بیفته، علامت سوال رو باهاش مواجه بودیم. حالا این کدومه؟ این سوال 55 ستاره رو خواسته از ما، ستاره نرخ رشد بازار بالا و سهم نسبی بازار بالا، پس شد بالا بالا. اینم از سوال 55. بریم سراغ سوال 56. میگه در خصوص تبلیغات جای خالی عبارت است از شمار افراد یا خانوارهای مختلفی که در خلال یک زمان معین در معرض یک برنامه رسانه‌ای خاص قرار میگیرند. بچه‌ها ما توی انتخاب رسانه
توی تبلیغات، توی انتخاب رسانه در واقع تبلیغاتی یه بحثی رو داشتیم تحت عنوان RFI، یعنی ریچ و فریکونسی و در واقع اون اثر بخشی و اینفلوئنسی که داره. اوکی. حالا این میگه که شمار افرادی که در یک زمان معین در معرض قرار میگیرن. در معرض قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین ریچه دیگه. خیلی ساده است واقعا. اما اگر سوال میگفت تعداد دفعاتی که هر یک از افراد در معرض قرار میگیرن، این میشد گزینه 2 فراوانی بچه‌ها. پس اینجا گزینه ما دسترسیه. اما اگر سوال میگفت که من اینجا می نویسم تعداد دفعات که در معرض قرار میگیره، میشد فراوانی یا فریکونسی ما. اینم از این سوال مربوط به کدوم فصل بود؟ فصل در واقع 14 ماست که حالا بحث‌های مربوط به تبلیغات و IMC و اینها رو داره تشکیل میده. سوال 57 میگه عبارت است، جای خالی عبارت است از کاهش‌هایی در قیمت ثبت شده برای تشویق مشتریان به خرید مقادیر بیشتر. اصلا سوال تو صورت سوال جوابو داده. مقادیر بیشتر یعنی چی؟ مقادیر بیشتر یعنی تخفیف مقداری دیگه. هرچی بیشتر بخری بیشتر داره تخفیف میده و این تفاوت میکنه با اون تخفیف نقدیه که تخفیف نقدی حرفش این بود که اگر شما الان به صورت نقدی پرداخت بکنی یا مثلا تا آخر هفته نقدی پرداخت بکنی، تخفیف شامل حالت میشه. اما این میگه آقا هرچی بیشتر بخری تشویق بشه، مثلا 1 تن بخره، 2 تن بخره، 10 تن بخره، تخفیف هم میره بالا. این هم مربوط هست به فصل 12 که بحث قیمت گذاری و اینها در واقع استراتژی های تعدیل قیمت هستش که توی فصل 12 بحث میشه راجعش. سوال 58 میگه که در کدام چارچوب فکری بازاریابی بر طبقه بندی محصولات و روش‌های بازاریابی متناسب با هر طبقه تاکید می شود؟ اول اینکه باید بدونیم سوال از فصل 2 که راجع به اون چارچوب‌های فکری بازاریابی داره صحبت میکنه. کلید واژه‌ش هم طبقه بندیه بچه‌ها. این که ما بدونیم گروه‌های مختلف محصول چی هستند، کدوما هستند و برای هر گروه محصول بازاریابی متناسب با اون رو اجرا بکنیم، در چارچوب فکری کالاهای همگن قرار میگیره، کالاهایی که در یک دسته هستند در واقع. بسیار سوال ساده و راحتی بود. سوال 59 فلسفه وجودی کدام نوع از خرده فروشی ها گسترش شهر، دوری مسافت ها و مشکلات خرید از نقاط مختلف است؟ بچه ما این سوال از فصل 13 که بحث‌های مدیریت توزیعی مطرح شده. ما توی اون فصل یه جدولی رو اگر خاطرتون باشه داریم، بحث خرده فروشی های فروشگاهی رو مطرح میکنه که آقا فروشگاه‌های اختصاصی داریم، بزرگ داریم، اینا اومده دیگه، سوپرمارکت ها رو داریم، ابر فروشگاه ها، نمیدونم فروشگاه تخفیف دار مثل افق کوروش و جامبو و اینا رو داریم. حالا هر کدوم هم ویژگی های خاص خودشو دارن دیگه. مثلا در واقع سوپرمارکت ها هدفشون تأمین همه نیازهای مصرف کننده ها هستش، حجم فروششون بسیار بالاه. نمیدونم فروشگاه های حالا اختصاصی رو ما داریم که اینا مثلا فروشگاه پوشاکه، اختصاصیه، فقط پوشاک داره ارائه میده ولی عمقش زیاده، یا مثلا مبل داره ارائه میده، یا مثلا فروشگاه گل فروشیه یا لوازم ورزشی میفروشه. اینا بالاخره هر کدومش ویژگی‌هایی دارن. حالا سوالی که اینجا مطرح شده که راجع به دوری مسافت‌ها و مشکلات خرید از نقاط مختلفه، مربوط هستش به کدوم یکی از این خرده فروش‌ها؟ مربوط هستش که بچه‌ها به فروشگاه‌های فروشگاه‌هایی هستند که همه چی دارن ارائه میدن،
پوشاک داره توش، لوازم خونگی داره، نمیدونم اساس منزل داره و هر کدومش هم پارت خاص خودشو داره دیگه. دیدین تو این فروشگاه‌های هایپر استار یه طرف دارن لوازم خونگی میفروشن، تلویزیون و یخچال و اینا میفروشن، یه طرف داره پوشاک میفروشه، یه طرف قاربار و خوراکی و شیر و پنیر و ماست و دوغ میفروشه و این دلیل به وجود اومدن چنین فروشگاه‌هایی هم همین بوده که گسترش شهرها اتفاق افتاده، مشکلات خرید به وجود اومده، دوری مسافت که اینا رو همه رو جمع کردن در کنار هم و با هم دارن ارائه. سوال 60 میگه در شرایطی که در اثر بحران برند یک شرکت آسیب جدی دیده است، استفاده از کدام ابزار ارتباطات بازاریابی میتواند مؤثر باشد؟ خاطرتون هست ما سر کلاس که داشتیم این رو بحث میکردیم مثال شرکت کاله رو آوردیم، اون مثالی که مربوط به گوشت هایی بودش که وارد کرده بودن و گفتیم که تبلیغات در این شرکت ها جواب نداد، در این شرکت جواب نداد و اتفاقا مردم دیده بسیار منفی پیدا کردم و اتفاقا واکنش منفی هم نشون دادن به تبلیغاتش که آقا اینا دارن دروغ میگن، اینا یه چیزی رو دارن پنهون میکنن. گفتیم در اینجا کار بهتر و در واقع مؤثرتری که میتونه یک شرکتی انجام بده اینه که بره سراغ بحث روابط عمومی، بره سراغ روابط عمومی که کاله هم همین کار رو انجام داد و اجرا کرد و تونست اون حالا تصویر منفی مخرب و بد رو تا حدی جبران بکن. این سوال هم سوال بسیار ساده‌ای بودش که از فصل 15 هم مطرح شده بود. بچه حواستون باشه روابط عمومی رو ما تعریفش رو تو فصل 14 هم داریم، چون 14 و 15 در واقع IMC 1 و 2 هستن، ولی به صورت اختصاصی و تفصیلی تر روابط عمومی ما در فصل 15 هم راجبش صحبت میکنیم. سوال 61 که بسیار سوال ساده‌ای هم هست، میگه که نسبت بین منافع ادراکی مشتری و منابعی که در واقع حالا پول و زمان و تلاش و روانشناختی ایجاد میشه به عنوان چی تعریف میشه؟ خیلی ساده است دیگه، به عنوان ارزش تعریف میشه. یعنی ما برای به دست آوردن یک محصولی بچه‌ها که حالا مثلا یه گوشی رو تهیه میکنیم یه سری منافع کارکردی شاید به دست بیاریم، یه سری روانشناختی، یه سری بحث‌های اجتماعی داشته باشیم، ولی از اون طرف برای خریدن اون گوشی هم کلی صرف زمان داشتیم، سرچ کردیم، بررسی کردیم، کلی پول پرداخت کردیم، کلی هزینه روانشناختی داشتیم و نسبت و تفاوت و اختلاف بین این دوتا مورد اون ولیو و ارزشی که ما از خرید این گوشی دریافت کردیم. پس این هم سوالی بودش که از فصل 1 و در واقع توی مباحث و مفاهیم فصل 1 که کلیات و مقدمات بازاریابی نوین هستش مطرح شد. سوال آخر، سوال 62، استفاده از عناصر، قطعات و ترکیبات یک برند دیگر در داخل یک محصول نهایی با برنددستی چه نوع برندینگی تلقی می شود؟ این مبحثش مربوط به فصل 11 یا برند هست. ببینید بچه‌ها یه مثال بخوام بزنم این سوال تو ذهنتون بمونه، یه نوعی در واقع کوبرندینگ رو داره سوال میکنه یا برندسازی مشترک رو داره سوال میکنه. شما فرض بکنید پردازنده اینتل رو که روی لپتاپ دل قرار میگیره. این دقیقاً این سواله بچه‌ها. میگه استفاده از عناصر، قطعات و ترکیبات یک برند دیگری به نام اینتل در داخل یک محصول نهایی با برند اصلی دل چه نوع برندینگی است؟ این به نوعی برندینگ مشترکه یا برندسازی مشترکه و مشترکی که به صورت آگمنتد و افزوده است. بهش میگن چی؟ برندینگ افزوده یا بخشی. که این اینتله در واقع دیدین روی لپتاپ هامون برندش میاد که آقا اون روی صفحه کلیدش اگر دیده باشین اون صفحه کلید کیبورد لپتاپ ها یه برچسبی میزنه که آقا این پردازندش اینتله که در داخل این لپتاپ با برند دل قرار گرفته. این هم سوالی بودش، سوال 62 شاید حالا توی متن کتاب به صورت مستقیم اشاره نشده بود بهش و میتونه سوال چالش برانگیز و خطرناکی برای بچه‌ها باشه در کنکور سال 1401.
ولی بخوایم جمع‌بندی بکنیم بچه‌ها 18 تا سوالی که در این کنکور مطرح شده بود، میشه گفت از این 18 تا سوال 15 تاش رو میشد به راحتی پاسخ داد. یعنی با خوندن کتاب و تست زنی و بررسی تست‌های کنکورهای ادوار گذشته در اون سال میشد به نظر من 15 تاش رو پاسخ داد و تنها سوالاتی که میتونست چالش داشته باشه میتونه سوال 51 52 و 62 باشه که یه مقداری سخت بکنه کار رو. حالا تا حدودی هم میتونیم بپذیریم سوال 47 هم میتونه سوال در واقع حالا تحلیلی باشه برای بچه‌ها. اما در کل وقتی داریم توزیع سوالات رو هم توی فصول می‌بینیم، خب فصل 5 فصل مهمی بوده برای طراح در کنکور. از فصل 5 4 تا سوال مطرح کرده به صورت حالا مستقیم و غیر مستقیم. فصل 12 فصل مهمی بوده براش. بحث تبلیغات حالا که مجموعش میشه این در واقع IMC که فصل 14 و 15 بوده هم فصل مهمی برای طراح به حساب می اومد. خب این هم از سوالات کنکور دکترای سال 401 که با همدیگه اونها رو تحلیل و بررسی کردیم. برای همگی شما عزیزان آرزوی موفقیت.